موسوی هستم. خیلی خوش اومدیم به کانال خودتون. امروز یک کار خیلی جالب میخوایم انجام بدیم در رابطه با کباب چنجه. برای کباب کردن گوشت قرمز و نرم کردنش چند تا راه وجود داره، به صورت مکانیکی و به صورت شیمیایی، که من داخل این ویدیو میخوام تک تک اونها رو بهتون نشون بدم و با تک تک صحبت هایی که کردم، مرینیت هایی که بهتون گفتم انجام بدم جداگانه و نتیجهش رو آخر ویدیو با نشون دادن باز کردن گوشت و مزه‌ای که هر کدوم از این مرینیت ها و روش های مختلف داره بهتون نشون بدم و تفاوت هاشون رو بهتون بگم. پس با دیدن این ویدیو شما میتونید یک دید کلی به نرم کردن گوشت برای کباب چنجه و حتی خیلی غذاهای دیگه، چون داخل این ویدیو میخوام راجع به یه سری غذاهای دیگه هم که برش گوشت به چه شکل باشه که بتونید راحت‌تر با دندون جدا بشه بهتون توضیح خواهم داد. خب پس به این ترتیب گوشتی که میخوام استفاده کنم گوشت راسته گوساله هستش، یک گوشت مناسب برای کباب کردن. همونطور هم که بهتون گفتم با چند روش مختلف این گوشت رو کباب خواهم کرد و همه رو بهتون نشون خواهم داد. تنها چیزی که الان ازتون میخوام و خیلی به من کمک خواهد کرد یک لایک هست با دستای قشنگتون و همچنین اگر که کامنت برای من بذارین بسیار خوشحال کننده برای من هستش. تا انتهای ویدیو ببینید، سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدید که ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. با من همراه باشید. خب دوستان، این گوشتی هستش که اکثرمون وقتی میریم قصابی و گوشت میخریم به این صورت به ما میفروشن. روش یه سیلیکون کشیده شده. حالا هر قسمتی میتونه باشه، مغزرون میتونه باشه، میتونه راسته باشه، میتونه فیله باشه. ببینید دوستان، این سیلیکونی که روی گوشت کشیده میشه باعث میشه که این گوشت تازگی خودش و رطوبت خودش رو حفظ بکنه و قصابی میخواد یه گوشت تازه به ما بده. شاید تو تفکرات ما این باشه که برای یک کباب خوب یک گوشت تازه لازمه، ولی اصلا اینطوری نیست. برای کباب کردن اتفاقا یک گوشت کهنه بهتر خواهد بود تا یک گوشت تازه. چرا؟ به خاطر اینکه به اصطلاح این گوشت بیاض شده. روش‌های بیاض کردن گوشت رو داخل همین ویدیو بهتون خواهم گفت. یه کاری میکنم که همین گوشت تازه بهترین مزه و بهترین نرمی رو برای شما داشته باشه. این ویدیو خیلی مهم است به خاطر اینکه تمام این روش‌ها رو با همدیگه در کنار همدیگه انجام میدم. تایم و زمان خوابوندن گوشت رو داخلش بهتون میگم که میتونید کاملا مقایسه بکنید، ببینید کدوم روش رو انتخاب بکنید. ببینید دوستان، این یک برش از طول راسته گوساله هستش. ببینید قسمتی که میخوام از داخل راسته انتخاب کنم مغز راسته هستش. گوشت بسیار نرم و تردی داره، برای کباب چنجه بسیار مناسب هستش به خاطر بافت چربی که داخل خود گوشت پیدا میکنید و به دلیل اینکه من میخوام هر 5 تا سیخی که با روش‌های مختلف میخوام نرم و تردشون کنم گوشتشون کاملا یکسان باشه، به این شکل مغز راسته رو از بقیه راسته جدا میکنم. راسته گوساله در پشت کمر، قسمتی که دنده ها بهش ختم میشن و اگر بخوام دقیق تر بهتون بگم، اگر با شیشلیک آشنایی داشته باشین، اون گوشتی که به شیشلیک وصل هستش راسته هستش. داخل بدن گوساله هم یک برش مثل شیشلیک گوسفندی که یه تیکه گوشت راسته داره و در ادامه یه تیکه دنده، استیک ریبای میگن که بسیار بسیار خوشمزه و پرطرفدار هست. همونطور که میبینید با لغزوندن چاقو روی شعره و تخته گوشت به راحتی شعره رو میتونید جدا کنید. اگر جدا نکنید باعث سفت شدن کباب میشه، پس دورش بندازید چون هیچ استفاده ای نداره. خب دوستان، برای اینکه بدونید گوشتی که دارین استفاده میکنید نرم هست، آیا احتیاج به تندرایزر داره یا نه، یه چاقوی کند رو بردارین با استفاده از اون برش بزنید. اگر به راحتی برش خورد یعنی گوشت شما هیچ تندرایزری احتیاج نداره، ولی اگر به سختی تونستین برش بزنید یعنی یک کدوم از 5 روشی که بهتون میگم و باید انجام بدین. اینم دقیقا همون گوشته به همراه دنبه که از فریزر در آوردم، چند روزی داخل فریزر بوده و در ادامه اولین تندرایزر و آنزیمی که میخوایم استفاده کنیم داخل آناناس هستش.
من داخل این 5 روشی که امروز میخوایم انجام بدیم دقیقاً زمانش رو یادداشت کردم. برای آناناس 2 ساعت و 5 دقیقه تا بره روی منقل من داخل آب آناناس و خود آناناس گوشت رو قرار دادم. روی صفحه رو با دستمال پاک میکنم که آنزیم ها با هم دیگه مخلوط نشن و برای هر کباب 3 تیکه گوشت رو من استفاده میکنم. همین که مطمئن شدین آب آناناس به تمام قسمت های گوشت رسید کافیه. یه سلیفون بکشید و بذارید کنار. روش بعدی کیوی کال هست یا پودر کیوی که خیلی از دوستان هم از اون استفاده میکنن. میتونید کیوی رو رنده یا با چاقو ریز خورد کنید و به گوشت اضافه کنید. مدت زمانی هم که داخل کیوی بود تا بره روی منقل 1 ساعت و 58 دقیقه. خب دوستان تا الان 2 روش با استفاده از آنزیم رو انجام دادیم. برای روش بعدی پیاز رو نازک برش بزنید و میخوایم با استفاده از بیفتک کوب گوشت رو نرم کنیم. توی این روش میخوایم پیوندی که بین تارهای عضلانی هستش رو با کوبیدن از بین ببریم. همون کاری که دندون قراره انجام بده رو ما قبل از اینکه پخت انجام بشه با بیفتک کوب انجام میدیم. برای این روش من یه مقدار پیاز و نوک قاشق چایخوری فلفل سیاه هم اضافه کردم. باید چنگ بزنید که آب پیاز در بیاد. گوشت رو تا قبل از اینکه بره روی منقل 1 ساعت و 50 دقیقه داخل این مواد من مرینیت کردم. توی این قسمت گوشت راسته گوساله‌ای که توی فریزر بوده از قبل رو میخوام دقیقاً به همین روشی که گوشت تازه رو مرینیت کردم باش مرینیت انجام بدم. ببینم حالا که این همه داخل فریزر بوده آیا باعث نرم شدنش شده یا نه. بنابراین با پیاز و فلفل سیاه اون رو هم سلیفون بکشین و بذارین یه گوشه به مدت 1 ساعت و 40 دقیقه تا قبل از کباب شدن. و در آخر استفاده از کیوی قوی ترین آنزیم که من از عمد اون رو انتخاب کردم آخرین مرینیت رو باش انجام بدم به خاطر اینکه بسیار قوی هستش و ممکنه که گوشت رو کاملا منهدم کنه. توی این آزمایش 1 ساعت قبل از اینکه بره روی منقل من کیوی رو بهش اضافه کردم. خب دوستان بریم سراغ به سیخ کشیدن. من برای اینکه هم گوشتامون آبدارتر بشه هم طعم بهتری داشته باشه از دنبه بینشون استفاده میکنم و این آناناسه که بعد از تقریبا 2 ساعت ببینید به چه شکل انگوش داخلش فرو میره. گوشت کاملا ترد شده. در ادامه بهش نمک بزنید به تک تک سیخ ها و من دیگه داخل فیلم نشونش نمیدم ولی نمک رو خواهم زد. اینم کیوی تقریبا بعد از 1 ساعت و 50 دقیقه ببینید گوشت رو کاملا از همدیگه باز کرد. این هم گوشتی هستش که با بیفتک کوب زدیم. به ظاهر مقاومت کمی داره و راحت داخل دست پاره میشه. داخل این روش میتونید مدت زیادتری داخل پیاز و فلفل سیاه اون رو نگه دارید. و این گوشتی بود که داخل فریزر در آوردم. ببینید چقدر سفته، یعنی اصلا نرم نشده. بنابراین همینجا با استفاده از بیفتک کوب چند تا ضربه بهش بزنید. این کار باعث میشه که این گوشت هم نرم بشه. خب در انتها میرسیم به استفاده از کیوی. ببینید تقریبا 1 ساعت و گوشت کاملا داره هضم میشه. اگر بیشتر گوشتتون داخل کیوی بمونه حتی سیخ هم اون رو نگه نمیداره. خب دوستان همونطور که دارم کباب میکنم ببینید بهترین روش برای اینکه هیچ کدوم از این کارا رو لازم نباشه انجام بدین این که گوشت رو بیاض کنید. بیاض کردن هم خیلی آسونه. فقط کافیه چند روز گوشت رو داخل یخچال بدون هیچ محافظی، یعنی منظورم سیلیکون هست، یا آویزون کنید یا داخل یه سبد بذارین که شیرابش ازش خارج بشه و سطح گوشت شروع کنه به خشک شدن. ولی در صورتی که وقت بیاض کردن رو نداشته باشیم از روش هایی که الان داریم اول از همه آناناسه که بعد از 2 ساعت و 5 دقیقه ببینید داشت از روی سیخ خارج می شد و گوشت بسیار نرم و خوشمزه‌ای داره. بسیار بسیار لذت بردم از مرینیت با آناناس. گوشتی که داخل انجیر خوابوندیم یه مقداری از آناناس سفتره ولی نه در حدی که باعث اذیت بشه.
به راحتی از همدیگه باز میشه. مزه خوبی هم داشت، یعنی اون چربی‌های لازم داخلش حفظ شده بود. در ادامه گوشتی که به صورت تازه با بیفتک کوبیدیم رو میخوایم امتحان کنیم ببینیم به چه صورت بود. از نظر سفت بودن برای جویده شدن سفت نبود، ولی بافت گوشت یه مقداری خشک شده بود و همونطور که میبینید چربی کمتری داخلش باقی مونده. این هم گوشت فریزری که در آوردیم ولی لازم بود دوباره با بیفتک بهش ضربه زدیم. این هم مثل گوشت تازه خشک هست و من ترجیح میدم برم سراغ کیوی که همینطور که میبینید بسیار نرمه و تو دست متلاشی میشه. از نظر مزه هم به نظر من بهترین همون کیویه، بعد آناناس، بعد انجیر و در آخر هم اون دوتا گوشتی که با بیفتک کوب زدیم. لایک یادتون نره. همیشه موفق و پیروز باشید.